سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بомдодӣ رو میبینید. امروز پنجشنبه 1 آگوست است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی ابری است و حرارت دوام روز به 26 درجه می رسد. در شهر دوشنبه هوا خیلی گرم باقی می ماند و پیش بینی می شود حرارت تا به 39 درجه برسد. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز می کنیم. دادگاه کبیر کبیروف پسر عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر دوشنبه را به 8.5 سال زندان محکوم کرد. کبیروف 19 ساله به صدمه نقلیاتی گناهکار دانسته می شود که با مرگ 2 نفر انجامید. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی روز 31 ایول به رادیو آزادی گفتند که حکم دادگاه چند روز پیش صادر شد و نزدیکان کبیر کبیروف فرصت دارند که از این حکم به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت برند. پرونده کبیر کبیروف را ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه تحقیق کرده و اول ماه ایول به دادگاه سپرده بود. نسبت به کبیر کبیروف با اتهام ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه پرونده جنایی باز کردند. پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مارس در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 به صدمه دچار شد. در نتیجه آن 2 نفر از همراهانش سید جعفر سیدوف و نکزاد صحابیدین زاده که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. یک همراه دیگرش با زخم‌های گوناگون بستری شد. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند که کبیر کبیروف با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین نبرآمده، اول به دیوار بتونی کنار راه و بعداً به سیمچوبی آهنی برخورده است. حادثه در روبروی بینای ساختمانش ناتمام خدمات علاقه و در نزدیکی بینای پارلمانی تاجیکستان رخ داد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. شرکت برق تاجیک بعد از بحث‌های زیاد درباره ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان قیمت آن را اعلان کرد. به گفته مسئولان شرکت، ارزش استحصالی اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درم بوده است. رستم مجیدزاده سردار بخش مالی برق تاجیک روز 31 ایول در حضور خبرنگاران گفت ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق با نظر داشتی بازگشت مبلغ‌های سرمایه‌گذاری قریب 29 درم را تشکیل می‌دهد. این مسئول برق تاجیک گفت با اینکه ارزش اصلی هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درم است، اما آنها هر کیلووات ساعت برق را کمی بیشتر از 22 درم به مردم می‌فروشند. در تاجیکستان برق اساساً در نیروگاه‌های آبی و برقی و یک قسم آن در مرکز برق و گرم‌دهی استحصال می‌شود. کارشناسان مستقل در گذشته نرخ استحصال هر کیلووات ساعت برق در حدود کشور را 10 درم ارزیابی کرده بودند. مقامات برق تاجیک در حال ارزش برق استحصال شده را 29 درم گفتند که بعضی از شرکت‌ها از جمله کارخانه تلکا هر کیلووات ساعت برق را در دوره تابستان 7.2 درم می‌گیرد. برق تاجیک یکی از شرکت‌های پرمشکل در تاجیکستان میباشد که سال‌هاست برای فعالیت‌های ناشفاف و قرض‌هایش که حالا به مرز 23 میلیارد سومانی میرسد انتقاد میشود. در تاجیکستان حجم اقتصادی غیر رسمی و یا پس پرده‌ای از 15 تا 20% را تشکیل میداده است. در این باره فروخ همرلی زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 31 ایول به خبرنگاران در شهر دوشنبه اطلاع داد. او گفت آمار مذکور نتیجه تحقیقات آژانسی آمار در تاجیکستان است و افزود یکی از سبب‌های اقتصاد پس پرده‌ای فعالیت غیر قانونی صاحبکاران است. قبلا IFC کارپوراسیون بین‌المللی مولوی نیز در پی یک پژوهش و آموزش وضع تجارت در تاجیکستان آشکار نموده بود که صاحبکاران تاجیک 51 یا 20% درآمد سالانه‌شان را از انداز پنهان می‌کردند. به نوشته مؤلفان پژوهش به سبب سرباری زیادی انداز صاحبکاران راه‌های گوناگونی کم کردن منبع اندازبندی را می‌جویند. یک وسیله معمولی فرار از پرداخت انداز کم نشان دادن معاش کارمندان در دفترهای محاسبی بوده است. پژوهشگران IFC نوشتند که وضع دشوار اقتصادی صاحبکاران را مجبور کرده است راه‌های گوناگون صرفه‌جویی از جمله کم کردن مبلغ انداز را جستجو کنند.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان تبدیل الفبای کریلی به فارسی را ضرور نمی‌داند. گوهر شرافزاده رهبر کمیته روز 31 ایول در یک نشست در دوشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی گفت که حالا یگان نقشه برای گذشتن به خط نیاگان وجود ندارد و برای این احتیاج هم نیست. عین زمان او تاکید کرد که آموزش خط فارسی آزاد است و هر کس حق دارد این الفبا را از خود کند و به فرزندانش نیز آموزاند. بحث گذشتن به الفبای فارسی در شبکه‌های اجتماعی هم چند سال باز ادامه دارد. اخیراً اظهارات وزیر معارف و علم کشور هم در این باره دوباره موضوع را داغ کرد. نوریدین سعید وزیر معارف در نشست مطبوعاتی گفت که تاجیکستان هیچگاه نیتی از خط کریلی به خط فارسی گذاشتن را نداشت و برای این ضرورت هم نیست. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادره دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور می‌شوم که این تلفن برای گرفتن تنها پیام‌ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. بینندگان حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. وزارت مالیه آمریکا روز چهارشنبه 31 ایول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا گفته است محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست‌های بی‌پروایانه رهبر جمهوری اسلامی ایران را اجرا می‌کند و سخنگوی اصلی حکومت در سراسر جهان است. وزیر مالیه آمریکا در ادامه گفته است همزمان با قطع دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت ایران، محمد جواد ظریف از طریق این رسانه‌ها تبلیغات و معلومات غلط حکومت را در سراسر جهان پخش می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بلافاصله پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا در صحیفه توییتر خود نوشت که این تحریم‌ها هیچ اثری به وی و خانواده‌اش نخواهد گذاشت، زیرا او هیچ دارایی در بیرون از قلمروی ایران ندارد. جاری شدن تحریم‌ها در نسبت محمد جواد ظریف در حالی است که حدود یک ماه قبل پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای را نیز در فهرست تحریم‌ها وارد کرده بود. صبح 1 آگوست پلیس مسکو خانه الکسی مینایلو را کوفت و کوب کرد. او تمرینگر افراد بود که برای نامزدی مخالفین لیوبوف سوبال امضا جمع می‌کرد. شبکه مستقل اوید اینفو نوشته است که در کوفت و کوب روز پنجشنبه افسران کمیته تفتیشات که ناآرامی‌های 27 ایول را تحقیق می‌کنند اشتراک دارند. خودداری کمیسیون انتخاباتی مجلس مسکو از ثبت نامزدهای مستقل و مخالفین باعث راهپیمایی‌های اعتراضی و برخورد پلیس شده بود. کمیته تفتیشات روز 3 ایول پرونده کوشش تشکیل ناآرامی‌های دسته‌جمعی را آغاز نمود که امکان دارد شخصان مسئول در این عمل را برای 15 سال از آزادی محروم کند. اوید اینفو گزارش می‌دهد که کوفتکوف در خانه‌های پیشواهای مخالفین واسیلی کوزمین، سرگئی فامین و پاول چیکوف نیز جای داشت. کمیسیون انتخابات مسکو شماری از نامزدهای مستقل و مخالفین را از شرکت در انتخابات مجلس مسکو که روز 8 سپتامبر دایر می‌شود محروم نموده ابراز داشته است که آنها امضای کافی جمع کردن نتوانستند. این اقدام کمیسیون باعث اعتراض و چندین گردی همایی شد. از جمله 20 ایول تقریباً 20,000 نفر جمع شده بودند. بعد از آن در تاریخ 27 ایول اعتراضگران در نزد اداره میری مسکو جمع شدند. نیروهای امنیتی این جمع آمد را با استفاده از زور پراکنده کردند. حامیان حقوق و کشورهای غربی با اشاره به این تعقیب روسیه را با استفاده از حد زیاد نیرو متهم کردند. پلیس مسکو میگوید که در اعتراضهای 27 ایول 1074 نفر بازداشت شدند، اما سامانه اوید اینفو میگوید که 1373 نفر اشتراکچی اعتراضها بازداشت شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به روسیه پیشنهاد کرده است که در خاموش نمودن سوختار جنگل‌های سیبیر کمک رساند. ترامپ کوشش دارد روابط سرد مسکو و واشنگتن را بهبود بخشد. کرملین در سامانه اینترنتیش نوشته است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صحبت تلفنی داشت. پوتین به ترامپ اظهار سپاس نموده گفته است که اگر وضعیت این را تقاضا کرد آنها از کمک ایالات متحده آمریکا
استفاده می کنند. چند روز به این طرف مناطق بزرگ سیبیر آتش گرفته باعث کوچانیدن هزارها ساکن شده است. روسیه در 5 منطقه سیبیر وضع فوق‌العاده اعلان نموده برای مبارزه با آتش نظامیان را سفربر کرده است. پوتین صحبت تلفنی با ترامپ را همچون شهادت آن خاطر نشان کرده است که روز روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در شکل کامل برقرار خواهند شد. 2 روز پیش از این صحبت ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که از سازش سال 1987 که پیمان نیروهای هسته‌ای مد میانه را در بر میگیرد بیرون خواهد شد. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نویدی بامدادی با درخواست شما همچنان نظر میکنیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از طرف بانک ملی تعیین شده است. $1 آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 52 درم و 1000 روبل روسی 148 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.